محترم جنوبی وزیر، محترم همبرانی سرترهایی دولتی تاجیکستان، Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Douston et Aziz, chers amis, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce jardin magnifique pour la célébration de notre fête nationale. تشریفی شما رو به جشن روزی دولتی ملی مردمی فرانسه در این مکان زیبا خیلی مقدم میگویم. جنابی وزیر، برای تشریفتان و این جشن باری دیگر تشکر میگویم. من به شما و آنهایی که در اینجا حضور دارند و مردمی تاجیکستان صلح و آرامی، سلامتی و خانه و بودی آرزو میکنم. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment avec nous. Vive le Tadjikistan, Zindabad Tadjikistan. Vive la France, Zindabad Faransa. Et surtout, vive l'amitié entre les peuples français et tadjiks. Zindabad Dousti Mardumi Faransa va Tadjikistan. محترم سفیر یاسمین گویدر، محترم راهبران نمایندگی دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی، خانمان و جنابان، مایه افتخار است که امروز در پذیرایی رسمی با مناسبت عید ملی فرانسه اشتراک می‌نمایم. با این مناسبت شما را خانم سفیر مردمی دوستی فرانسه را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. دوستان عزیز، تاجیکستان فرانسه را که به پیشبرد سمت‌های افضلیتناک اقتصاد ملی و تشبس‌های بین‌المللی مساعدت می‌نماید از همیاران مهم خود می‌داند.